تو علم مهندسی یه درسی هست به اسم استاتیک. استاتیک در واقع خلاصش اینه که برای ایستادن و نیافتادن یه سازه باید مجموع نیروهای وارده بر اون سازه تو 3 جهت X و Y و Z برابر با 0 باشه. این درس پیش نیاز مقاومت مساله و اونم پیش نیاز تحلیل سازه. چند سال پیش توی نیویورک آمریکا یه پلی فرو ریخت. مدت‌ها طول کشید تا کارشناسا اومدن اعلام کردن که دلیل این فروپاشی این پل یه مبحثی به اسم فتیک به معنای خستگیه و اینجا به معنای خستگی سازه. ببینید بحث فتیک توی علم مهندسی و استاتیک و مقاومت مساله یه مبحث خیلی جذابیه. اگر این بارگذاری و از ابتدا اتفاق می افتاد روی پل توان تحملش رو داشت، ولی این تناوب بارگذاری توی طی سالیان باعث شد که پل در واقع به همون شکل فتیک یا خستگی فرو بریزه. میخواستم بگم که آدم ها از این قضیه مستثنا نیست.